اینجا خیلی جزیره است خیلی او گرم است میفرام او بازی کنیم او دیگر جو خیلی اونجا پلاکی است اونجا نمیریم گاون زنی در اینترنت فرده می یا ساعت تا بازی کنیم مدامو همه خمه شود در کجا بیشتر بازی میکنیم؟ ما یکم بار جا آمده استیم بچه ها بازی کرده استیم ما بازی کردیم نباشه بر وقتا رو در کجا بازی میکنیم؟ در وقتا در آی رفته میگیرم هم خیلی رو بازی داشته بودیم در یاده ما هم جا آمدیم تماشا همینجا بچه ها بازی کرده است بوده ما بازی کردیم درباره آبازی جوانان در این کل همینطور اندیشه دارم که آب تازه است از تشخیصی سانیتری هر هفته میگذرد در آب یکون کمبودی نیست ما شهروندان را فقط خواهش میکنیم که فرزندان خود را به نظارت در لب آب نمونند خب بغیر از این ما همین خیلی شخصان داریم که نوبت دارن لولب کل میگردن که یکون کس با چقری آب بازی نکنند خب شما بینید که میگوید که آب از جهت سانیتری تازه است بله؟ اما در هر گوشه‌های باغ نوشته شده است که در کل آب بازی کردن معنی است این چی معنی داره؟ برای اون نوشته جد دارم من برای اون که جایی که چقور است کودکان در اونجا آب بازی نکنند بغیر از این راهروایی که هست پدر و مادرها استراحت میبرن در پیش اونها آب بازی نکنند گفتم ما هم چرا نوشتیم که برای آب بازی کردن کلان سالان جایها بولا کردگی برای فرزندان مایده که نابالغند در لوای کل ما اونها رو اجازه میتیم کلاناش دیگه جای آب بازی برای اونها معین کرده شده است اینجا آب بازی با ما معقول اینجا منظرش زیبا اینجا از پس که هوا گرم است ما اینجا آب بازی میکنیم آبش مثلا جزیره باشد اینجا آب بازی میکنیم اینجا خیلی با ما معقول بعد مثلا فکر نمیکنید که با سلامتی شما ضرر داره؟ خیلی مثلا دیگر جاده میریم بحراشون تری پلاکی ما اونجا نمیکنیم اینجا